دوستان عزیز، مهمترین مسئله‌ای که برای کار در اپلیکیشن بیمبو باید در نظر بگیرین این هستش که کانال یوتیوب شما در این سیستم فعال شده باشه و تعریف شده باشه. شما وقتی وارد اپلیکیشن بیمبو میشین، خب جیمیلتون رو وارد میکنید، آدرس جیمیلتون و پسوردتون رو و خیلی راحت وارد اپلیکیشن میشین و میتونید فعالیت هایی که برای شما تعریف شده رو ببینید. ولی خیلی از شما دوستان بعد از اینکه با جیمیلتون وارد اپلیکیشن شدین نمیدونین که آیا کانال یوتیوبتون هم در اپلیکیشن فعال هست یا نه. خب من همین الان به شما نشون میدم که از کجا متوجه شین آیا کانال یوتیوبتون فعال هست یا نه، چون اگر فعال نباشه سیستم به شما درآمدی نمیده. خیلی راحت وارد فعالیت ها میشین و یکی از ویدیوهایی که اونجا براتون تعریف شده رو باز میکنید. بعد از باز کردن ویدیو گوشه سمت راست بالا 3 نقطه است. رو گزینه Settings کلیک میکنید، سویچ اکانت رو انتخاب میکنید و اینجا به شما نشون میده که آیا جیمیل شما کانالی داره یا نه. الان نگاه کنید، این ایمیلی که من ساختم روش کانالی نیست. پس اگر من فعالیتی هم انجام بدم برای من درآمدی محسوب نمیشه. مثلا در این ویدیو که باید شما بعد از اتمام کار کامنت بذارین، اگر دقت کنین به من اجازه این کامنت گذاری نمیده، چون که من کانال فعال یوتیوب ندارم و از من میخواد که یک کانال درست کنم و اگر این کانال رو من نداشته باشم سیستم به من درآمدی نمیده. پس به این موضوع دقت کنین تا برای شما از مشکلی پیش نیاد.